رهبر عظیم الشأنتون رو دوست بدارید. عالمی، رهبری، مؤمنی، موحدی، سیاسی، دینداری، رهبری، انسان ربانی، پاک، منزه، کسی که دنیا شکارش نکرده. من دایی ندارم که از کسی عرض میکنم همون که عرض کردم، نه شکوفه‌ای، نه برگی، نه ثمر، نه سایه دارم. همه حیرتم که دهقان به چه کار کشت ما را. قدر این نعمت عظما را که خدا به شما عطا فرمود، قدر این رهبر ولی در همون عبارات که سرور عزیزم جناب استاد حداد عادل ارائه دادن در عبارت آوردم، رهبری، ولی، رفیع، الهی. الان این تکلیف شرعی ماست، این انسجام ما. مبادا عزیزان، آقایان، مبادا این مبادا رو توجه داشته باشید. مبادا آقایان، اول انقلاب یادتون هست چند فرقه برخاستن که میخواستن کشور رو تجزیه کنن. حواستون جمع باشه. مبادا این وحدت ما رو، مبادا این جمعیت ما رو، مبادا این کشور علوی رو، مبادا این نعمت ولایت رو از دست شما بگیرن. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر، سایه این بزرگمرد، این رهبر اصیل اسلامی، حضرت آیت الله معظم خامنه‌ای عزیز را مستدام بدار. و الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. به عدد کلماتت آمین.